الرحمن الرحیم. چگونه میتوان در درس 14 کلید قرآن شناسی که با اجرای پروفسور عبدالظاهر دایی برگزار میگردد اشتراک کرد؟ در درس لایو برای این نیاز است که گوگل نت داشته باشیم. گوگل میت حالا که در موبایل بسیاری ها وجود ندارد، نیاز است به گوگل پلی داخل شده از آنجا آن را دانلود کنیم و یا روسی سکچت فارسی اون را ذخیره کنیم در موبایل خود. خب داخل می شویم. در جای سرچ ما اینجا نوشته کرده هستم گوگل میت. خب این اولش است. داخل می شویم و اون را دانلود می کنیم. منتظر هستیم. خب دانلود شد. الان داخل می شویم. اینجا هم کمی باید منتظر ماند. الحمدلله على كل حال. خب الان می توانیم از طریق یکی از اکانت هایی که داریم داخل شویم. بنده از طریق این اکانت داخل میشم و بعدا اینجا را انتخاب میکنم. خب برای گرفتن عکس و ویدیو برایش اجازت میدم. برای ثبت صدا نیز اجازت میدم. خب هر روز پیش از اینکه درس آغاز شود درس لایو 10 دقیقه قبل در گروه هایی که این درس را پیش برده ایستادن در اونها رمز منتشر می شود، کد منتشر می شود که اون کد را نیاز است در اینجا گذاشت. در اینجا داخل شد و گذاشت. داخل شدن با کد داخل بشویم و نیاز است در اینجا اون رمز و یا کدی که از طریق تلگرام و یا از طریق گروه های واتساپی برای شما میرسد اون را در اینجا گذاشت و بعداً وصل شدن، یعنی در اون درس لایفی وصل شدن نیاز است اونجا را پخش کرد. با همین راحتی شما می توانید در درس لایف 14 کلید قرآن شناسی اشتراک نمایید. موفق و معید و سربلند بوده باشید. التماس دعا دارم. ممنون و متشکرم از اینکه صدای خسته کننده بنده را شنیدید. موفق و معید و سربلند بوده باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.